салом, барномаи ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон аз радиои озодӣ аст. ман Хиромон Бақозода. имрӯз 10 май таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. талафот дар миёни сокинони мулки Украина аз 7000 нафар гузашт. Русия ба мушакборони шаҳри соҳилии Одесса пардохт. сели хароби овар пули деҳаи Лолазори Вахшро вайрон кард. кӯдакони маҳаллӣ аз мактаб бенасиб монданд. این احوال قشلاق نه راه داریم نه آب داریم هیچ نداریم. کمتر اگر راه داشتم من راه بدگیرم سیل شش برد. як бому ду ҳаво дар нархномаҳои маводи сӯзишворӣ дар ноҳияи ашти вилояти суғд гази моеъ 1 сомони арзонтар фурӯхта мешавад. созмони милали муттаҳид гуфт ки шумори қурбониону маҷрӯҳони ҷанги беасоси Русия дар Украина аз ҳисоби афроди мулкӣ аз 7000 нафар гузашт. аксар қурбониён дар миёни афроди мулкӣ аз силоҳои тарканда, хунпора, мушак ва ҳам ҳамлаҳои дигари ҳавоӣ осеб диданд. ин хабар дар ҳолест ки рӯзи 10 май ҳамлаҳои мушакии Русия ба шаҳри соҳилии Одесса вусъат ёфт. охирин таҳаллути Украина дар гузориши Каюмарсиато. задухӯрдҳои вазнин дар қисмати шарқии Украина идома дорад. шаби гузашта Русия шаҳри бандарии Одессаро мушакборон карда ҳамла ба Азовстал, корхонаи тавлиди пӯлоди шаҳри Мариуполро тавсия бахшид. طبق گزارش‌های رسیده اکثر افراد ملکی از پناهگاه‌های آزوفستال بیرون شدند ولی هنوز هم کمش 100 شخص ملکی در تاخانه‌های آزوفستال قرار داشتند. تا کنون روسیه به شکست تخمینا 2000 سرباز اوکراینی که در آزوفستال سنگر گرفتند موفق نشده است. اشغال ماریوپول اوکراین را از بندر استراتژیکی محروم کرده برای روسیه راه زمینی رفت و آمد با کریم را که سال 2014 غیر قانونی تصرف کرده بود تأمین می‌کند. صبح 10 می حمله‌های هوایی روسیه به ولایت‌های شرقی لوهانسک، خارکوف و دنیپر جای داشت. وزارت مدافعه بریتانیا میگوید قضاوت غلط روسیه در مورد اوکراین باعث ناکامی در جبهه شد. به قول وزارت پوتین نتوانست که روز 9 می در جشن غلبه درباره دستاوردهای ارتش کشورش در اوکراین حسابات دهد. وزیر مدافعه بریتانیا ابراز داشت که تمام افسران حرفه‌ای باید از عملکرد ارتش روسیه ناراحت باشند، زیرا این نیرو در تجاوز غیر شرعی به کشور صاحب استقلال و جنایت‌های حربی دست دارد. муҳиддин кабирӣ раҳбари ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ ва раиси паймони миллии тоҷикистон ташкили ҷиноҳи низомии мухолифин дар тоҷикистонро як амри табиӣ донистааст. ӯ дар як суҳбат бо расонаҳои мухолифин гуфт вақте русҳо ва украиниҳо барои озодии худ аз силоҳ истифода мекунанд, чаро тоҷикон чунин коре анҷом надиҳанд? ҳамкори мо Мирзонабӣ Холиқзод дар ин бора бо муҳиддин кабирӣ суҳбат кард ва нахуст аз ӯ пурсид оё таъсиси ҷиноҳи низомии тоҷикистонро ба ҷанги داخلی دیگر تیلن نمیدهد؟ شما اخیراً گفتید که تا چند سال پیش استفاده قوه و سلاح از جانب اکثریت نیروهای سیاسی تاجیک از جمله حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان رد میشد، اما بعد از حادثه‌های اوکراین جهان تغییر کرد و سوال گذاشتید که بسیاری از مخالفین معتقد شدند چرا دیگران از سلاح برای رسیدن به آزادی استفاده برند و تاجیک حق استفاده آن را نداشته باشد؟ منظورتون چی است؟ خواهش میکنم. منظور ما این است که ملت تاجیک در طول این سالهای مبارزه سیاسی خود حداقل در 30 سال بعد از امضای سازشنامه تمام تلاش خود را کرد که بار دیگر ملت به سلاح برنگردد و مبارزه‌های سیاسی در چارچوب قانون و با استفاده از راه‌های مصالحت‌آمیز ادامه پیدا کند. اما حکومت جمهوری تاجیکستان در همزمان با این تلاش‌های اپوزیسیون و مردم تمام کارها را کرد که راه‌های مصالحت‌آمیز مبارزه را ببندد، از طریق انتخابات دیگر هیچ نتیجه به دست نبیاید و ظلم و شکنجه، سرکوبگری و از صحنه دور کردن نیروهای اپوزیسیون سال به سال سخت‌تر و بدتر شدن گرفت و این در مجموع نه تنها اپوزیسیون را بلکه ملت را به این نتیجه رساند که با حکومت مثل حکومت امامعلی رحمان با راه‌های مصالحت‌آمیز مبارزه بردن هیچ فایده ندارد و بعد از حادثه‌های افغانستان و جنگ اوکراین این حرف یا این دلیل ها قوی تر شدن که چرا تمام دنیا میتواند تمام ملت ها برای رسیدن به آزادی و هدف های خود از سلاح استفاده برد مگر ملت تاجیکی
ما را ذهن ما را به سمت بردن که شما همه ظلم و همه شکنجه را تحمل کنید، اما هیچگاه درباره مبارزه مصالحانه فکر نکنید، زیرا این یک تابو یا یک موضوع بسیار هم برای ملت تاجیک حرام حساب می شود. جناب کبیری شما همچنین بله جناب کبیری شما همچنین گفتید که چرا استفاده سلاح نیرو تنها در اختیار یک طرف یعنی رژیم دیکتاتوری رحمان باشد که او هر وقتی بخواهد و چه خیلی بخواهد از نیرو استفاده برد، اما ملت در مقابل او خلی سلاح شده باشد و ناتوان و ناچیز باشد. رژیم رحمان یک حکومت قانونی است که باید نیروهای مسلح داشته باشد. طرف دیگر در اساس اصل حقوقی کدام اصل حقوقی و قانونی مسلح می شود و آیا این عملا اعلان جنگ نیست؟ و هم تصدیق قرار دادگاه تاجیکستان که پیمان ملی تاجیکستان را اکسترمیستی و تروریستی می نامد، این چی؟ نه اصلا این اعلان جنگ نیست. پیمان ملی تاجیکستان و تمام حزب و حرکت‌های شامل پیمان از آن جمله نهضت اسلامی تاجیکستان بر این اعتقاد دارند که اولویت باید به مبارزه مصالحت آمیز و بدون خشونت داده شود. این موقع پرینسیپالی ما هست، تا آنجایی که امکان دارد ما در این موقع خواهیم ایستاد. اما در یک حکومت یا در یک کشوری که واقعا دموکراسی است و قانون رعایت می شود، پیش از همه قانون از طرف خود حکومت باید یک طرف سلاح داشته باشد، اونم حکومت، و اونم باید در اساس قانون استفاده برد. اما در کشوری که نه قانون وجود دارد و حکومت هر وقتی که بخواهد، نه اینکه حکومت، ما اینجا نباید حکومت را گناهکار کنیم، بلکه یک گروهی مسلحی که به طور مافیازی کشور را اداره میکنند و تمام قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست گرفتن، اونا معین میکنند که زیدی کی و کی این سلاح را استفاده برند. وقتی که زیدی همسایه استفاده نبرند، برای حمایت مرز و بوم استفاده نبرند، فقط برای سرکوب کردن ملت این سلاح استفاده می شود، در اون صورت ملت تاجیک هم حق پیدا میکند مثل همه ملت‌های دنیا که بیاد از خود، از کرامت و شرافتش از طریق سلاح حمایت کند تا آن روزی که ضرورت به سلاح است. همون روزی که دیگر ضرورت به سلاح نماند، مطمئن باشد که ملت تاجیک هیچگاه دست به سلاح نخواهد زد. صحبتی پررأی همکارم میرزا نبی خالقزاد با محیدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی و رئیس پیمان ملی تاجیکستان را در صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. ساکنان دهه لاله‌زار در ناحیه وخش که سالهاست از نبودن یک راه درست عذاب میکشیدند، هفته گذشته از یگانه پول هم محروم شدند که آنها را به ده میرساند. سیل ویرانگر روز 4 مارس کوپروک خورده را که ساکنان لاله‌زار با دست خود ساخته بودند شسته برد. حالا کودکان مکتب رفتن نمیتوانند و مردم آب هم ندارد. گزارشی را با ویدیوهای ساکنان دهه همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. کوپروک جرم شدگی 10,000 سومان او روز مرخ کداد ممجره پیش یه سیل دیگه بود. این ایره همش طرف این خشلوخ یا اونجا گذاشته نمیتونه، درجه حیوانا گذاشته نمیتونه. ناحیه وخش دهه لاله‌زار در جماعتی مشعل روز 4 می سیل یگانه پول به این دهه را از بین برد که نه کمتر از 200 خانواده در آن زندگی میکنند. گذشتن از این راه به گفته ساکنان این لاله‌زار مثل گذشتن از پل صراط است. محکم شد کم بغل. اقبال این راننده بلندی کرد که در سیل راه نماند. بالا کده برآمده. اما همه رانندگان چنین طولی ندارند و ساعتها در اینجا عذاب میکشند تا 10 متر راه را بگذرند. اگر این راه چنین ماند، مردم اینجا دیگر آبی خوردنی هم نمیابند. این احوال قشلاق، نه راه داریم، نه آب داریم، هیچ نداریم. کمتر اگر راه داشتم راه بودگیرم سیل شش برد. این اواداوز یه لیل خالی یه لیل برآمد. اوقاتی من نمیتونم برآمدم. دهه لاله‌زار که اکثری ساکنانش ازبک زبان هستند سال هاست که چنین احوال دارد. ساکنان پول جمع کرده راه می سازند ولی طبیعت آن را از بین می برد. مردم دهه می گویند مثل آن است که طبیعت آنها را چپ گرفته است و مقامات وخش آنها را تماما فراموش کردند. اینا ما جای نمی راه شای امی راه ها در گشتنم خیلی بگیری страшне یابین ایرا هیچ خیلی رابین بلندشه
айни замон ҳавошиносон дар тоҷикистон мегӯянд то рӯзи 16 май дар кишвар ҳавои номусоид ва боронҳои пуршиддат пешбинӣ мешавад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода хатари селу обхезиро зиёд пешбинӣ кардааст. Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло мегӯянд кумита ба сокинон машварат додааст ки дар ин рӯзҳо эҳтиёткор бошанд. ҳавои душанбе аз субҳи имрӯз 10 май боронӣ است ва гоҳ-гоҳ садои раъду барқ шунида мешавад. бештари минтақаҳои тоҷикистон ҳоло ҳамин гуна вазъи боду ҳаворо доранд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон бо нашри як хабарнома гуфтааст аз 10 то 16 майи имсол вазъи ҳаво дар кишвар номусоид боқӣ мемонад. طبق پیشبینی کمیته حالتهای فوق‌العاده در ناحیه‌های تابع جمهوری و نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح آب در رودخانه‌ها می‌تواند یکباره بالا شده باعث آمدن سیل‌های خرابکار، لغزش ترمه، یرچ و ریزش سنگ شود. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده از شهروندان می‌خواهند تا این قاعده‌ها را رعایت کنند. اون جویبارهایی که در دادرس منزلی استقامتیشون که حدود هوایشون هست حتما باید که اون رو پاک سازن و اون شهرهای دست جوانایی که کمیته هفته گذشته اعلان کرده بود و دعوت هم نموده بود حتما باید در اون فعالانه اشتراک کنند و البته مراجعات مخصوصی ما با پدر و مادران می شود و خواهشمندیم در این روزها از راه اندازی کارهای صحرایی و جلب نمودن فرزندان خود برای جمع‌آوری اون زراعت‌هایی که در دامان سرخ و کوهسار هستند خودداری کنند. هفته گذشته تاجیکستان شاهد سیل و آبخیزی ها شد. مقامات میگویند در آفت‌های طبیعی هفته گذشته 1 نفر به هلاکت رسیده، به چند راه و منزل ساکنان آسیب رسید. به اطلاع مقامات ساکن 53 ساله دهه زرکان ناحیه باباجان غفاروف در رعد و برق به هلاکت رسیده است. او در چراگاه مشغول چارواچرانی بوده است. همچنین بر اثر آمدن سیل در هفته گذشته یک پل در ناحیه پنج خراب شده، یک قسمت راه بین ناحیه پنج و جیهون نیز آسیب دید. پهلوانی هنری تاجیکستان 10 مای 85 ساله شد. هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی هاشم گدو یکی از معروفترین اکتوران تئاتر و سینمای تاجیک است که او را در داخل و خارج کشور میشناسند. برای دایره وسیع هواداران هاشم گدو با اجرای نقش سهراب در فیلم رستم و سهراب معروف شد، ولی در ده‌ها فیلم‌های دیگر هم نقش‌های ماندگار بازیده است. رادیوی آزادی درباره او فیلمی را نشر کرد که پاره از آن را با هم می‌بینیم. هاشم گدویف یکی از اکتورهای فاجعه‌ای زبردست ما به شمار می آیند که آن کس هم در تئاتر و هم در کینو بسیار ابرازهای درخشان آفریدند. شما گنج ملت است. درست. اگر معقول نشود سینه‌تون عقب و بالا سرتون بپرتون. شکل پوری این فیلم رو میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی و صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید.